این آیه میگه فمستمتعتم به منهن، اگر با پولتون از خانمی کام گرفتید فآتوهن اجورهن، اجر خانم رو بهش بدید. یعنی این عقد، این صیغه است، این عقد بهش میگن متعه. فمستمتعتم به منهن، این متعه چیه؟ متعه و صیغه، ببینید اسلام ما شوخی نداریم، بذار رو کف بزنیم. اسلام دین فطریه، انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر هم نیاز داره. این قطعیه، نیاز به همسر چیز قطعیه. دو، در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلوم میشه اسلام مردم در بنبست قرار داده. برای که ما میلیون ها جوان داریم به خاطر طولانی بودن دوره تحصیل امکان عقد دائم ندارن، شغل نداره، مسکن نداره، خرجی نداره، سربازی داره، بنابراین نمیتونه برای همیشه داماد شه، عقد دائم نمیتونه تشکیل زندگی بده. از طرفی هم این جوان از 14 15 سالگی، از 16 17 سالگی نیاز به همسر داره، تا 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی و بالاتر این 15 16 سال در غرور جوانی چه کنه؟ عقد دائم نمیتونه. اگر بگیم عقد موقت نیست، پیداست اسلام گفته جوونا یا بسوزن و بسازن، درست نیست، یا گناه بکنن، درست نیست. پس ببینید عقد دائم برشون ممکن نیست، گناه هم جایز نیست. نمیشدن بگیم پارسا باشن، نادر از افراد میتونن پارسا و متقی باشن. راه طبیعی که اسلام دین فطری یعنی گفته هر کی نمیتونه عقد دائم، عقد موقت. منتها عقد موقت معنیش اینه که مردم پول بدن هر ساعتی با یه زنی هوس بازی کنن. سوء استفاده حسابش جداست. از قرآن میگه سوء استفاده نکردن، قرآن سر نیزه کردن جنگ صفین. از مسجد میگه سوء استفاده نکردن، مسجد ضرر ساختن منافقین. میگه از انگور سوء استفاده نمیکنن، شراب درست میکنن. اگر یک کبوتر رو منار مسجد آلوده که منار را باید بگه مسجد خراب کنن. ما نباید بگیم که سوء استفاده میکنن قانون رو از بین ببریم، جلو سوء استفاده رو بگیریم. الان هم کارت هست، کارت هوشمند، کامپیوتر هم هست، میشه برای هر فردی کد بزنن، آقای الف دکمهشو بزنن، ای آقا هر ساعتی استفاده میکنه، ای خانم هر ساعتی، هر چه پلوی کسیه، با تو حساب و کتاب داره. عقد موقت عقد جدیه. اما صیغه عقد باید بخونه، مدت باید تعیین کنه، مدت تعیین نکنه تبدیل به عقد دائم میشه به نظر بعضی از فقها. مهریه تعیین کنه، مدت تعیین کنه، عده باید نگه داره، صیغه عربی باید بخونه، اگر دختر باکره باید پدرش راضی بشه. این عقد دائم. فقط یه آزادی زن داره، یه آزادی مرد. زن در عقد صیغه میتونه خونه بره بیرون، بگه آقا من میخوام برم بیرون شغل برم پیدا کنم، مردم که راضی نیستم. در عقد موقت زن آزاده. مردم میتونه بگه ببینید من مسکن ندارم، شبام خونه نمیام، عرض کنم با حضور شما که ارثم نمیبری، یعنی حق نفقه و حق ببخشید حق ارث و حق مسکن و حق شمخوابی و اینها نیست. اما فرزند اگر داره شد، فرزند مثل فرزند عقد دائمه، بچه صیغه‌ای با بچه عقد دائمی یک جوره، یعنی باید پدرش تکفل کنه، ارث میبره. درست مثل یه بچه‌ای که آدم از زن دائمی بچه داره، از بچه زن صیغه‌ای هم مثل بچه داره، یعنی حق بچه ذره تغییر پیدا نمی‌کنه. زن یه آزادی داره که میتونه با اینکه شوهر داره موقت با شوهرش عقد موقت داره، میتونه زن بگه خب من عقد تو هستم ولی آزادم. اسلام آزادی ده به زن که برای اگر خواست کار بکنه بیرون بره کار بکنه. مردم آزادی بگه آقا من شبا نمیام، نفقه و مسکنم ندارم. آقایونی که یه خورده به آخرین کاری که کردن در جده، فقهای اهل سنت جمع شدن گفتن خب پس بیاید یک کار کنیم، چون جوانای سنی با اینترنت با علمای ما تماس گرفتن، گفتن آقا میشه ما در این عقد موقت تقلید چیه بکنیم؟ جوابشون بله میشه. اونا دیدن که چه کنن، گفتن بیاد یه کار دیگه بکنیم. اومدن یه طرح ریختن که شما عقد دائم بخون، متا نگه بشه بعد 2 ساعت بعد 2 شب طلاقش بده. همین شرطا هم بکن، بگو من عقد دائم میخونم به شرطی که نفقه نباشه، مسکن نباشه، ارث نباشه، یعنی همون صیغه. متا میگه عقد دائم به نیت اینه که 2 تا دیگه طلاقش بدیم، یعنی تقریبا بازی. مثل که آدم مثلا فرض کنید که نون میخوره بگه نیت آب کن، یه کار مصنوعی بافتنی درست نیست.
اسلام گفته باید جلو سوء استفاده رو گرفت، جلو مردای هوسباز رو گرفت، جلو زنای هوسباز رو گرفت که هر شبی، هر ساعتی، هر هفته و روزی پلوی کسی نباشن، همه اینا کد بخوره، وارد دفتر بشه، نخبگان باید آیین‌نامه اجرایی درست کنن. ما میلیون ها زن بیوه داریم رو کره زمین. خب زن بیوه چه کنه به نظر شما؟ حالا شوهرش تو جبهه بوده، تو تصادف بوده، تو دریا بوده، تو جاده بوده، بالاخره شوهرش از دست داده. زنان بیوه جوان را میشه بگم، شما بگو زنان بیوه جوان چه کنن؟ یک، گناه بکنن، اسلام اجازه نمیده. تا آخر اون بسوزن و بسازن، همه متقین نیست. پسرای جوان بیان زن بیوه بگیرن، خب نمیگیرن. راهی نیست که بالاخره نیاز طبیعی زنای جوان هم از طریق عقد موقت، منتها عقد موقت در جامعه ما بیخود تحقیر شد. قرآن فرمود فمستمتعتم بهن. متع مال عقد صیغه است. عقد دائم را این کلمه را نمیگن که اگر کامیاب شدی اجرش بده. اگر آخه بعضیا میگن این مال عقد دائم، اگر عقد دائم باشه کامیاب بشیم و نشیم باید مهر بده. یکی که عقد دائم خوبای خانومی بعد از اینکه صیغه عقد خون تمام مهریه رو خانم حق داره مطالبه کنه. ولی آیه میگه نه، میگه اگر کام گرفتی پول بده. یعنی چه؟ یعنی عقد دائم نیست. عقد دائم که صیغه خونده شد، چه کام بگیریم چه کام نگیریم، همخوابی بشه یا نشه، عمدی بشه یا نشه، باید مهریه بده. اینجا میگه اگر کام گرفتی پول بده. معلوم میشه این غیر از اونه. عقد دائم و کامم نگیری، صیغه که خونده شد زن طلبکاره. اما اینو میگه نه، اگر کام از هم گرفتید باید پول بده، مرد باید پول بده. پس بده غیر از اونه. علاوه بر اینکه عقد دائم رو مهر میگن، صدقه میگن، اینو میگه اجر اجورهن. نه به هر حال چرا چونه بزنیم؟ روایاتی داریم. حالا اینجا من یه مقداری مطالب نوشتم. عرض کنم به حضور شما که در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 59 حدیث 3307 چاپ دارالفکر بیروت، صحیح مسلم هست، مسند احمد حنبل هست، سنن بیهقی هست، کنزالعمال هست، فخر رازی هست. همه گفتن بابا این آیه مربوط به عقد موقته، یعنی عقد موقت در قرآن اومده. خب به عقیده همه علما یه زمان حلال بوده، منتها بعد میگن خلیفه دوم حرام کرده، چون خلیفه دوم در محضر مردم گفت حلال بوده، زمان پیغمبر حلال بوده، ازدواج موقت حلال بوده، اما من که خلیفه دوم هستم حرام میکنم. ما حرفمون اینه که سوال آیا میشود در مقابل متن قرآن و سخن پیغمبر که حلاله ما بیام بگیم انا احرمه، من حرام میکنم؟ خلیفه حق داره قانون وضع کنه در مقابل قرآن. یک. دوم، اگر خلیفه دوم حرام کرد، چرا خلیفه اول چی؟ خلیفه سوم چی؟ آیا میشه هر یک از اصحاب پیغمبر یکی از قانونا رو حرام کنه؟ وقت چیزی از اسلام میمونه؟ هرج و مرج نمیشه. پسر عمر میگفت متعه حلاله، گفتن بابا گفته حرامه، گفت من نمیتونم پیغمبر رو زمین بزنم حرف بابام بگیرم که. عبدالله ابن زبیر به ابن عباس طعنه زد. ابن عباس آخر عمرش نابینا شده بود، گفت تو که چشمت نابینا شده معلوم میشه قلبت کوره، کوردلی، چرا صیغه و متعه را حرام میدونی؟ تو کوردلی. گفت نه خب زمان پیغمبر حلال بوده. گفت اگر الان این کار بکنی سنگسارت میکنم. خب به عبدالله ابن زبیر اون سوال چطور شد که ابن عباس که حبر اومده، حبر یعنی دانشمند، سنیش میگن ابن عباس دانشمند اصحابه، تو اصحاب پیغمبر ابن عباس دانشمند بوده، چطور دانشمند اگر گفت حلال بوده باید سنگسارش کرد؟ و خلیفه دوم چطور خلیفه دوم اجتهاد بکنه ابن عباس اجتهاد نکنه؟ چرا اجتهاد بره بعضی باز بره بعضی بسته باشه؟ ابن عباس و زمان پیغمبر ما حلال میدونستیم، حالا هم حلاله. بعد دیدن که بد شد که این برای خلیفه دوم خوب نیست که بیان بگن که پیغمبر فرموده حلاله، من خلیفه دوم حرام میکنم. خب در مقابل پیغمبر نبودسته. گفتن نه، زمان خود پیغمبر حرام شده، اول حلال بوده بعد خود پیغمبر حرام کرده. بعد حالا که حرام کرد، یکی گفت جنگ خیبر، یکی گفت چی، یکی گفت 5-6 تا قوله. از اونها پیداست که اینا گیج شدن، می‌خواستن آبرو خلیفه دوم رو حفظ کنن. هر کس گفته نه 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 خلیفه دوم حرام نیست، خود پیغمبر حرام کرد. وقتی حرام که هر ساعت هر کسی گفته یکی. این پیداست گیج شدن، یعنی اخبار متضاد پیداست می‌خواستن حلش کنن. من خودم وارد یه جای شدم
گفتم آقا وقت نماز، چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ هر کدوم پشت رفتن تو اتاق، هر کدوم یه سمت نماز خوندن، پیداست اینا قبله هم نمیدونستن، یعنی هول شدن چون میخواستن بگن که اجتهاد در مقابل نص بوده. به هر حال این حکم به قول اهل بیت معصوم، اهل بیت ما تو قرآن عرض کنم بزرگ شما که اهل بیت قرآن میگه یطهرکم تطهیرا، معصومن. ائمه معصومین ما گفتن حلاله، علاوه بر اینکه قرآن هم میگه حلاله، امامان ما معصوم میگن حلاله. از همه گذشته یک ضرورته. حدیث داریم که اگر عقد دا موقت یعنی صیغه و متعه اگر حرام نمیشد، ما زنا الا شقی، هیچ کس زنا نمیکرد مگر آدمای شقی. عرض کنم بزرگ جناب عالی که خب این میگن شما اگر عقد موقت تو آخه خلیفه دوم نظرش این شاید بوده، حالا ما باید دفاعی هم از خلیفه دوم بکنیم. گفت شاید نظرش بوده که حالا شاید هم نقل کرده، حالا اینو نمیدونم توی کتاب اومده، نه ممکنه بگی که خب اگر فرد تو بشه هر کسی دست هر زنه و دختری بگیره میگه صیغه منه، عقد موقت خوندیم. خب این زنا باز میشه و به اسم صیغه دختر و پسر زن و مرد همه با همن، پس بیام حرامش کنیم. خب از اون فکر نمی‌کنی که اگر به حرامش کنی وقت راه زنا باز میشه، یواشکی میشه؟ این که ما مثل بچه‌ای که میگه نخند، وقتی میگه نخند میخنده، آزار میخنده، وقتی با زور که نمیشه جلو کسی گرفت، وقتی میخنده اگر خواسته بشه به طور طبیعی جلوش بگیری به صورت انفجاری میخنده. ما نباید، قرآن یه آیه داره میگه لا تقدموا بین یدی الله، اگر از پیغمبر جلو نیافتید. پیغمبر فرمود ماه رمضان روزتون رو بخورید، بعضیام گفتن ما میخوایم روزه بگیریم. پیغمبر عصبانی شد گفت بابا من پیغمبرم، میگم ماه رمضان مسافر روزشو بخوره، در سفر باید روزه رو خورد، بعضی در سفر هم میگفتن بگیریم. یا مثلا امام فرمود دعا بخونید یحیی و یمیت، او گفت یحیی و یمیت، گفت و یمیت و یحیی. پیغمبر فرمود اونی که من گفتم یحیی و یمیت و یمیت و یحیی رو من نگفتم، روش میذاری. یا مقلب القلوب، طرف گفت یا مقلب القلوب و الابصار، فرمود ابصارش من نگفتم، من اونی که من گفتم یا مقلب پیش نگه. به ما گفتن 34 بار الله اکبر بگو، حال بگو نه من 40 تا میگم. خب میگم 34 متری بکن به گنج میرسی، شما 40 متری بکنی به گنج نمیرسی. دکتر میگه قرص 600 به 600 بخور، شما 800 به 800 بخوری یا 400 به 400 خب نمیشی. هر جوری به ما گفتن اونی که منو ساخته نیاز من نمیدونه، خالق منه، اونی که نیاز منو چطور برای آتش من آب آفرید، چطور برای معده من غذا آفرید، برای شهوت افرادم انسان آفریده. و زنها هم خیلی وقتا نمیتونن، زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن، زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟ بله فقط یه مسئله هست، اینه که مرد هوسباز بار میاد و ممکنه از این سوء استفاده بشه. اینو با کامپیوتر میشه گرفت که هر مردی یه کد داشته باشه و معلوم بشه این مرد تو پارسال چه کرده. اگر دیدین داره سوء استفاده میکنه اونو یه نفع جلوشو بگیرن. اما اگر واقعا یه کسی زنش مریضه، زنش ازش دوره، سفرهای طولانی داره، مأموریت‌های طولانی داره، نمیتونه ازدواج دائم بکنه، خب اسلام رو جوری مطرح نکنیم که به بنبست بشه. از کدام اهل سنت به بنبست رسیدن، الان جوونیشون از طریق اینترنت با مراجع ما تماس دارن بعضیاشون. حرف ما تمام. بعد میفرماد که ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، در عقد شوهر، در ازدواج با زنان هر جوری تراضی کردید، یعنی باید هر دو راضی باشید، توافق کنید، مدت رو کم کنید زیاد کنید، مهریه رو کم کنید زیاد کنید، باید رضایی بشید. خداوند علیم و حکیمه، خدا عالمه، ما عالم نیستیم. ما که میگیم این کار بهتره این کار بالاتره، ما چیز بلد نیستیم، واقعا نمیدونیم ما سوادمون چقدره. اصلا تحصیل کرده های ما فوق لیسانس ها و دکترا و حجت الاسلامان 200 300 تا 500 کتاب خوندن. اصلا 500 تا کتاب نسبت به کتاب خوندن مثل یه قطره بالا اقیانوس. ما سواد نداریم. خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا میدونه که نوزاد شیر مادر میخواد، هیچ چی کار شیر نمیکنه. همون خدای حکیم که کف پا رو گود کرده که اگر کف پا گود نبود میافتید پایین.
خدا میدونه که ظریف‌ترین عضو چشمه و لذا این چشم با پیه، با آب نمک، با اشک درست کرده و براش پرک گذاشته و لب پرک موجه گذاشته و برای که خورشید به چشم ما فشار نگیره ابروی مشکی گذاشته. آب دهن رو به اندازه تولید کرده که زیاد چک چک نکنه، کم هم نگیریم، شیرین هم باشه. آب دهن شیرینه، آب اشک شوره، گودی کف پا. اینجا پوست زیادی گذاشته این پشت دست که وقتی شما میخواید دست خم کنی اینجا یه خورده پوست زاپاس باشه. اینجا پوست زاپاس نمیذاشته، چون هیچ وقت انسان نمیخواد دستش از یه ور خم بشه. در عمرمون هیچ نیازی نداریم که دستمون از یه ور خم بشه، ولذا اینجا پوست زیادی نمیذاشته. بده کار داریم از یه ور خم بشه، اینجا پوست زاپاس گذاشته. اون خدایی که اینقدر حکیمه، اون خدا گفته عقد دائم باد باشه، عقد موقت هم باد باشه. ما هم بهتره که حرف نزنیم، تسلیم خدا باشیم. خب آیه 24 هم تمام.